ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابوعلی ابن سینا. ابوعلی ابن سینا متفکری ابدزنده. اندیشه‌های او در خصوص قاعده‌های نگاهداشت تندرستی، تدبیرها و شرط‌های پیشگیری بیماری‌ها، در تجربه دقیقاً سنجیدن دواها و تعیین آن به بیماران، سببمندی حالت‌های فیزیولوژی و روحانی انسان، وابستگی انسان به محیط زیست، اقلیم و آب و هوا از جمله آن نکته‌های مهم نظریه طبی ابن سینا میباشند که در زمان ما هم اهمیت علمی و عملی خود را از دست ندادند. القانون ابن سینا اثر مکمل انسیکلوپدیا میباشد که در دوام عصرها کتاب روی میزی طبیبان بود و حالا هم این رسالت را اجرا کرده میتواند. خودی همین دلیل از بزرگی و شهامت جهانی ابن سینا شهادت میدهد که بعد از 100 سال وفات او القانون به زبانهای اروپایی ترجمه شده سال 1544 اولین بار از چاپ میبراید. این کتاب بیزوال در دانشگاه‌های منپولیس، وینا، لوون، بریوسل و مکتب‌های عالی اروپا تا عصر 20 همچون کتاب درسی بهترین معمول بود و بارها به زبان لاتینی با تعداد زیاد به تب رسیده است. در کشورهای شرق علل خصوص در سرزمین ایران باستانی به حفظ و گردآوری و طبع و نشر آثار سینا، تشکیل انجمن بین المللی سیناشناسی و بزرگداشت نام او تدبیرهای مشخص می‌اندیشند که این باعث تهنیت و سرفرازی است. بسیار عالمان و فیلسوفان اروپایی و حکیمان و دانشمندان شرق ابن سینا را استاد خویش دانسته با اثرهای طبی و فلسفیش شرح‌ها نوشتند که از نفوذ و اعتبار جهانی این شخصیت بزرگ گواهی می‌دهد. زندگی و آثار ابن سینا این مکتب جسارت، تنتنه علم و خرد، انسان دوستی و خودافروزی برای بخت و سعادت انسانیت است. ما در نزد روح این بزرگوار امروز سری تعظیم فرود آورده خاطره نیکش را با تعلیم و تحقیقات تازه و انکشاف افکار او در ساحه‌های مختلف علم زنده نگاه می‌داریم. حکومت تاجیکستان و خلق تاجیک به نشان سپاس و قدرشناسی این فرزند فرزانه و پرشرف خود در کشورمان به نامش چندین خیابان‌ها، دانشکده و ناحیه‌ها را نامگذاری کرده جایزه با نفوذ علمی را به گرامی داشت او تأسیس داده است. مجسمه بزرگش یکی از زیباترین خیابان‌های شهر دوشنبه را آرا داده تجسم خرد و بزرگی ذکاوت اوست. ولی بزرگتر از همه احترام او و مسکن او در دل خلق ماست. با قول عالم توانای آلمانی بورخارد برنتس، تاجیکان در مثال ابن سینا فرهنگی بلندپایه خلق‌های آسیای مرکزی را تجسم نمودند. آنها امروز نیز میراث ابن سینا را که در طول 1000 سال به خرد و عقل اروپا تأثیر داشت عاقلانه حفظ می‌کنند. ابن سینا پرچمبردار بیداری افکار ملی و بنیادگذار پایدیوار علمی 1000 ساله ماست. از این رو به مرکزهای علمی ما ضرور است که آثار این علامه بزرگ را پرره به زبان تاجیکی به تب رسانند و به زبانهای دیگر ترجمه کنند. حمد و ثنا به ملتی که چنین ابرمرد را به عالم تمدن اهدا نموده است. بینندگان گرامی، در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در فصل ابوعلی ابن سینا متفکر ابدزنده به پایان رسید. شما را در بخش‌های دیگر با شخصیت و روزگار ناصر خسرو، سخنور بزرگ و مرد اندیشه آشنا خواهیم کرد.